رئیس جمهور تاجیکستان در تاجیکستان گفته بود که سیدی های علمای افغانستان که گیر کردین چی کنین؟ ملا رحمانوف آخوند در تاجیکستان. او گفته بود یارا بشکنانیم. برای من زنگ آمد گفت استاد برای اینجا امر شده در تاجیکستان که سیدی های شما را میده میده کنین. ما هم بزدتش چی میکنیم؟ یک سیدی که پیدا شد 100 دانه کاپی میکنیم. باز برای هر کس گفتیم که شرطی نمیرسی سیدی که هر کس پیش پیدا شد 100 دانه چی کنه؟ کاپی کنه. این حال دم مردم بگی. دم مردم بگی. او که یک دانه رو میشکنه نه؟ مثلا 100 دانه 20 دانهش بشکنه 80 تاش به 80 نفر رسید. او 80 نفر که 100 دانه کنه 800 دانه صدی. او دیگه 80 دانه صدی میشه. بازور رسید پیشگاه. اما تو حتی ما در مکه مکرمه در زیر پل میرفتم که اما تو سرم لوچ بود، تو یک پیرانه که سفید پوشیده بودم دیگه. خب اونجا گرمی زیاد است. من اونجا میرفتم که یک نفر اومدم تو گاهی این قسم میگن گاهی این قسم میگن گاهی این قسم میگن تاجیکیست. من فهمیدم که در شک است. من ظاهر دایی است. گفت والله ما در شک بودم. من در شک بودم، شما را من دیدم، من درسای شما را شنیدم. خب گیریم که تو سیدی های ما را در 4 نفر مردم بیچاره افغانستان شکستان دیه. تاجیکستان چطور میکنی؟ زور رحمانوفت نرسید. از این خاطر به خشونت، به جنگ، به مغال، به زدن، به دان بسته کردن اینا میشه.